اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی است. سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان. حجاب هیچ وقت مایه عقب ماندگی نیست. حجاب هیچ وقت مایه مانع شدن از ترقی و پیشرفت نمی باشد. متوجه باشیم خواهران مسلمان، امروز دشمنان اسلام پیدا شدند که میخواهند که به ناموس تو دست درازی کنند، میخواهند که به لباس تو دست درازی کنند، میخواهند که تو را به صحنه های رقص و پایکوبی بکشانند و عفت و پاکدامنی تو را میخواهند که به عزت و به عفت بکنند. متوجه باشیم که امروز دشمنهای انسی، جنی و انسی همیشه در راه تو هستند و میخواهند که تو را به عزت کنند. حجاب مایه عفت است. حجاب مایه عزت است. حجاب این نشانه ایمانداری یک زن مسلمان و نشانه حیا و تقواداری یک زن مسلمان است. چرا؟ چون که زنهای رسول الله صلی الله علیه وسلم، امهات المؤمنین، مادران مؤمنها، همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم حجاب داشتند به خاطر که عفت داشتند، پاکدامنی داشتند. دختران رسول الله حجاب داشتند، زنهای رسول الله صلی الله علیه وسلم حجاب و عفت داشتند. زنان و دختران ائمه صاحبان مذهب حجاب داشتند. اما امروز این بی مذهبا، این دشمنان دین حجاب را لباس بیگانگان میخوانند. بله، مسلمان ها نسبت به شما ای مرتدین، ای کافرها بیگانه اند، لباسشان بیگانه است نسبت به لباس شما مزدوران کافران، مزدوران روس. حجاب زن مسلمان نسبت به لباس زنهای شما بیگانه است، وگرنه حجاب این شرف است برای زن مسلمان. پوشش اسلامی خواهران مسلمان مایه عیب و ننگ نیست. پوشش اسلامی مانع شدن از آزادی حقوق تو نیست، بلکه اسلام برای زنها هم آزادی بخشیده است، ولی در چارچوبه شریعت. اینهایی که چنین سخن میگویند یا شریعت و دین را خوب نفهمیدند یا اینکه اینها از شریعت الله نفرت دارند.